سلام، به کانال من خوش اومدید. اگر بالا تا پایین این کره خاکی رو بگردید یه نفر رو پیدا نمی کنید که این حشره موذی رو دوست داشته باشه. پشه. این پشه خیلی اعصاب خورد کنه. البته نه این پشه میاد میره نیش میزنه ویز ویز میکنه و مثل این آقا شما رو دیوونه میکنه. حالا یه پشه جدیدن اومده که اگه شما رو نیش بزنه بیماری خطرناکی به اسم تب دونگی، نه بابا ببخشید این سریال بود، تب دنگی رو به بدن شما وارد میکنه. این پشه جان تو جاهایی که آب هست خیلی حضور فعالی داره، مثل شمال و جنوب کشور. پس فعلا مسافرت نرید. چرا؟ چون جنوب کشور ول گرمه و خرماپزونه. شمال کشورم نرید و تو خونتون جوج بپزید و بخورید و کیفشو ببرید. اگر این بیماری رو بگیرید یه تب بالای 40 درجه به بدنتون وارد میشه. بدن درد خیلی شدیدی همراه خودش داره و همچنین سردرد شدیدی. کسی از خانواده‌تون گرفته تا حالا این مریضی رو؟ اگر گرفتید حتما به پزشک مراجعه کنید و از درمان‌های چای نبات خونگی مادر بزرگا هم پرهیز کنید. آب خیلی زیادی بخورید که این مریضی زودتر از بدنتون دفع بشه. سوپ ماهیچه یا سوپ‌های مقوی میل کنید. از خوردن غذاهای سرخ کردنی تند و فست فودی پرهیز کنید. اینو اصلا نخورید. کافئین جان هم خوب نیست، پس قهوه رو فعلا بذارید کنار. زیرگلدونی‌های خونتون رو عوض کنید که پشه توش جمع نشه. جاهای باطلاقی که پشه خیلی زیاده اصلا نرید. اگر رفتید بیرون با خودتون پشه بند همراهتون ببرید. از بیرون انداختن بازوهاتون پرهیز کنید و فعلا لباس آستین بلند بپوشید. و همراه خودتون حتما از این پمادهای مخصوص گزش حشرات داشته باشید. اگر هم میخواد مثل این خانم سالم و سلامت باشید کانال منو حتما دنبال کنید.